بچه سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. چه خبره؟ آقا من برگشتم بعد یه دوره استراحت. البته استراحت نبوده، کار داشتم، هی تنبلی میکردم، وقت نمیکردم یوتیوب بگیرم. برگشتم با حسام. حسام دوست صمیمی منه. برای کسایی که نمیدونن، آقای دکتر ازش خواهش کردم که یه برنامه جدید با هم دیگه درست کنیم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه من و حسام همیشه راجع به هزار تا چیز حرف میزنیم، کلی سوال داریم، همیشه حرفای جنجالی میزنیم، میشینیم کلی گپ میزنیم. کلا این مدل دوستیمون اینجوریه که همش داریم با هم دیگه حرف میزنیم. بعد واسه اینکه حرفمون خیلی جنجالیه گفتم که باحال دیگه بیام با شما هم به اشتراک بذارم دیگه، شما هم در جریان باشین، با هم دیگه صحبت کنیم و یه برنامه رو با هم دیگه برنامه ریزی کردیم به اسم دوتا گپ که قراره از این به بعد هفته یه بار بیایم بشینیم با هم دیگه دوتا گپ بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. این شما، اینم آقای دکتر. مرسی. سلام علیکم به دوستای ما سلام بده. کدوم دوست هیچ کسی نیست الان اینجا. عادت سلام. نداری یا قشنگ؟ آره. بچه‌ها اونجان الان. هستن؟ آره هستن. من بچهای خودمونن. نه بچه‌های دو بچه‌های من فرق دارن. اینا بچه‌های خودم. سلام. خیلی عجیبه مثلا بدی دوربین. سلام. نشسته با دوربین حرف می‌زنه. الی قربونت برم. مشکلی دارم. هیچ مشکل که داری ولی خب. الان میخوای شروع کنی؟ نه. یکم از خودت بگو، بچه‌ها بشناسنت، ببینن حسام کیه. منو که میشناسن. حسام کیه؟ من خاکم. من کوچیکم. ما همیشه کلی سوالای جالب داریم از هم دیگه، کلی بازی میکنیم، جاهای باحال میریم، بعد کلا همش با همین دیگه صبح تا شب داریم. مثلا متاسفانه آره دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم. بعد همیشه قرار نیست که پشت میز بشینیم، بعضی وقتا قراره بریم بیرون، جاهای قشنگو بهتون معرفی بکنیم، بعد دیگه با هم دیگه گپ بزنیم دیگه، یه سری چیزا رو به چالش بکشیم. دعوا که خیلی زیاد میکنیم، اونو عادت میکنیم. من و حسام بیشتر مواقع داریم دعوا میکنیم، ولی خب اشکالی نداره، اوکی عادت کردیم دیگه به هم دیگه. آره. حالا امروز میخوایم بشینیم با هم دیگه یکم سوال بازی کنیم، یعنی اینکه از هم دیگه سوال بپرسیم. این باحاله، با دوستاتون که دور هم دیگه جمع میشین بازیای این مدلی بکنیم، مثلا بشین از هم دیگه سوال بپرسین، بعد کلی چیزای باحال آنلاک میشه این وسط. مثلا میبینید چی به چیه، کی به کیه. خوشت اومده؟ آره خوشم اومده. من شروع کنم. اول میشه یکم از خودت بگی که بچه‌ها تو رو بشناسن؟ مثلا بهم بگو چند سال استانبولی، چی کار میکنی؟ من که میدونم اینا رو، ولی خب دوستای من که قراره تو رو ببینن نمیدونن، نمیشناسن. از این بعد البته بیشتر میبینن و با روی واقعیت هم آشنا میشن. این اینجوری موش نیستا، ببین نمیدونی چه آدمیه، ولی خب چه آدمیه. من همیشه اینجوریم. من حسام قره‌باقی ام، دکتر داروسازم. خب داروخونه دارم. 14 سال ترکیه ام. 6 سال استانبولم. قبلا آنکارا بودم. 6 سال شده استانبولم. تو 6 سال استانبولی، 14 سال اینجایی؟ اصلا ترکی. فکر کنم 14 هم شده 15 تازه، چون رفتیم تو 2025 دیگه. آره. از ریش سفیدای استانبول محسوب میشی پس؟ نه من خاکم. خب بریم حالا از اونجایی که شما میدونین که من آدم آلزایمری هستم، من یه سری از سوالا رو نوشتم که از حسام بپرسم. منم یه چیزایی نوشتم، فکر نکنی از حسام بپرسم. یکم اذیتش بکنم. البته میدونم همیشه بازنده توی این بازی منم، به خاطر اینکه حسام زورش به من میچربه، ولی خب اشکال نداره دیگه، بالاخره یه وقتایی هم روابط اینجوریه دیگه، چیکار کنیم دیگه. خب بیا حسام، میخوام ازت سوالای با مزه بپرسم. از کجا شروع کنم؟ قراره که همه چی خیلی واقعی باشه، یعنی اگه یه جایی دیدیم تو تیوی دیدیم و نمیدونیم داریم چیکار میکنیم، بدون اینکه این برنامه‌ریزی نشده است کلا. نه برنامه‌ریزی که اصلا اهلش نیستم. ولبدا هست. فلبدا. اونو میدونم ولی خب ما ولبدا هست. یعنی من فلبدا رو حساب نمیدونم. بعید نیست. اگه میتونستی توی جلد، توی قالب یه سلبریتی زندگی کنی، دوست داشتی اون آدم معروف، حالا هر کسی، نه فقط بازیگر، کلا یه آدمی که مثلا خیلی شناخته شده باشه یا تاریخی باشه؟ یکی از سوالای من خیلی شبیه سوال توئه. من باشم اون آدمه؟ آره. دوست داشتی جای کی باشی؟ جای کی دوست داشتی تجربه کنی زندگی؟ بدون فکر جواب آماده است. کریستیانو رونالدو. دوست داشتی جای رونالدو باشی؟
میدونی جواب تادم همین بود و یه بار ازش پرسیدم. واقعا؟ آره واقعا یه بار از خیلی یه سوال خفن. بازی داشتیم با بچه‌ها می‌کردیم، بعد از تاده پرسیدیم که دوست داشتی جایی کی باشی. من اصلا چشم بسته میدونستم جوابش چیه. قشنگ گفت رونالدو. مثلا قشنگ من خیلی راحت، یعنی اصلا بدون فکر میتونم. چرا رونالدو؟ این همه آدمای مثلا آدمای چی؟ متفاوته، مثلا چه میدونم، مثلا یارو مثلا فیثاغورس مثلا، چرا رونالدو؟ منظورم اینه که چرا رونالدو؟ فیثاغورس دوران من رونالدو دیگه. خب من خوب ندیدم که رونالدو فوتبالیسته. ببین فقط فوتبالیست نیست واقعا، رونالدو یه آدمیه که خیلی چیزا میتونی ازش یاد بگیری به نظر من. رونالدو یا امثالش حتی اصلا بحث رونالدو نیست. نه من اون یه نفری که برای یکی که اینقدر زحمت کشیده و اینقدر واقعا لول اپ کرده به اینجا رسیده و هنوزم داره ادامه میده توی این مدت، اصلا تمرکزش رو از دست نداده که به راههای فرعی بره و جاهای دیگه وارد شه و اینا. خب حالا مثلا من بودم یا مثلا امثال من بود و یه مثلا میرفت یارو ازدواج می‌کرد 5 تا بچه داشت با اون محبوبیت و مثال میزنم یا مثلا یه ازدواج کرده بودی همچین خانواده خیلی خوبی تشکیل میداد مثلا. نه کمتر کسی. خب دیگه این خیلی آدم خفنیه به نظر من. یعنی من دوست داشتم مثلا ببینم این چی اصلا صبح بیدار میشه چی تو ذهنشه. به خدا فکر کنم صبح بیدار میشه میگه ساعتم برم جیم. من میدونم سوالای تو چجوریه، واسه همین میگم تو بپرس. من سوالم ساده‌ان. من خب همینجوری مثلا بپرسم خوشحالی؟ ببین داری اذیتم می‌کنی. چه سوالی؟ داری اذیتم دیدی ساده و خیلی خوشحالم. اوکی. آره خوشحالی؟ نه اونقدر. نیستی؟ آره نه اونقدر نیستم. چرا؟ مثلا شاید بگم مثلا اولین 5 سال پیش اولین خیلی خوشحال‌تری بود. بحث از شرایط شده. دوست داشتی مثلا تو این شهر اگر میتونستی توی استانبول، توی ترکیه، توی همین الان یکی از شرایطت رو عوض کنی چه عوض می‌کردی؟ مجبوریت شرایط اقامتیم عوض می‌کردم. اقامتی رو عوض می‌کنی چی؟ آره یعنی مثلا اگه میتونستم عوض کنم مثلا خودم پاسپورت میگرفتم که دیگه مشکل اقامت اینجا نداشته باشم، که استیبل بشم. مثلا یکی از مشکلاتی که من الان سرش خوشحال نیستم همینه که استیبل نیستم توی کشوری که دارم تو زندگی میکنم. یعنی مثلا هر لحظه ممکنه که بگن خب دیگه جمع جور کن برو برگرد کشورت، که خب این خودش یه به اصطلاح همیشه نگرانی. آره یه باگه. چی کم داری تو زندگی الان؟ میگه پاسپورت تو ترکیه. چی کم داری الان چیزی که بهش نیاز داری چیه؟ یعنی چی دوست داشتی الان داشتی تو زندگیت واقعا؟ آره دوست داشتم که الان به یه جای ثابت رسیده بودم از نظر سلیقه خودم تو ذهن خودم. از نظر چی؟ از نظر کاری. آره یعنی توی کارم استیبل می‌شدم، مثلا گفتم این دیگه اوکی، این دیگه روتین داره پیش میره، همه چی اوکیه، همه چی. حالا که وارد مسئله کار شدیم نگاه کن ببین چقدر تیکه تیکه حرفه‌ای میپرسم ازت. امروز که از فامیلاتون یا چه میدونم پسر عمت حالا دختر عمت هستن زنگ بزنه مثلا خیلی هم دوستش داری، 18 سالشه، نه 17 سالشه، 16 سالشه، زنگ میزنه بگه که من میخوام بزنم تو کار آرت و میخوام نقاش بشم. وایسا بذار عوضش کنم، پسرم یارو پسره. آره دخترم نیست. خب بگین اولین من میخوام نقاش بشم و علاقه دارم، میخوام بزنم تو کار آرت. خب و از لحاظ مالی هم بدونی که مثلا کسی نیستش که مثلا باباش خیلی شرایطی داشته باشه که خیلی ساپورتش بکنه دیگه. بالاخره همه شرایطشون فرق میکنه دیگه، هر کسی شرایطش متفاوته. چی میگی بهش؟ راستشو بگی. بهش میگم که آرت برای اینکه بیزنس اولت باشه شغل خوبی نیست. نه پیچوندی. آره یا نه؟ بهش میگی برو سمت آرت یا نرو؟ نرو. میگم بهش نرو به خاطر اینکه یکی که از نظر مالی نمیتونه خیلی خیال راحتی داشته باشه، آرت خیلی زمان میبره تا تو توی اون کار جا بیفتی و باید به نظر من هر کسی که کار خیلی زمان میبره یا اینکه احتمال اینکه به جایی نرسی خیلی زیاده؟ احتمالش هم هست که به جایی نرسی. آره یه کار احتمالش هم هست. به نظر من احتمالش خیلی زیاده که به جای خیلی خفنی نرسی. اگه پول نداشته باشی آره. چند درصد از 100% به جای خیلی خفنی میرسن؟ از 100% آرتیستاش از 30%.
عجیب ترین شایعه‌ای که راجع به خودت شنیدی تو دوران نوجوانی تا الان چیه؟ مثلا دیدی پشت سر یکی حرف در میارن؟ خیلی در اومده پشت سرم. عجیب ترینش چی بوده؟ مثلا چی شنیدی که گفتی بابا اینا دیگه چی دارن میگن؟ من دانشگاه قبول شدم. دانشگاه دولتی بود. یعنی من وارد دانشگاه شدم، شهریه میدادم 800 لیر. شاید خنده‌دار باشه. سال 2011 که وارد دانشگاه شدم 800 لیر شهریه. منم 800,000 تومان میدادم. و من دانشگاه سال. آفرین. و من چون خب از بچگی درسم خوب بود، چون مجبور بودم خوب باشم، چون خونه ما قانونش این بود اگر آپشن میخوای باید درست خوب باشه، اگر میخوای بدی بیرون درست باید خوب باشه، اگه میخوای مثلا موبایل داشته باشی درست باید خوب باشه. برای همین خوب بود. ولی چون ملت از من انتظار مثلا قبول شدن اینا رو نداشتن، سال 2011 وقتی از دانشگاه قبول شدم گفتن که بابای حسام 1 میلیارد تومان نقد پول داده به دانشگاه. لیر 600 تومان بود. لیر 600 تومان بود و 1 میلیارد اون موقع دلار مثلا 1000 تومان بود. نقد داد به دانشگاه آنکارا که حسامو از داروسازی قبول کنن. 1 میلیارد مثلا اون موقع اگه داشتیم ما مثلا دست من بود الان من اصلا اینجا نبودم. الان من داشتم از حسودی نمیبینی مردم از حسودی این برجای اینجا رو من درست کرده بودم، چون دیگه 1 میلیارد تومان نقد فقط به خاطر حسام ریخته تو. بابا با ایرانیای استانبول مشکل داری؟ نه چه مشکل دارم؟ یعنی بخوای از اینایی هستی که بخوای بری جایی بگی که من فلان جا نریم اینجا ایرانی خیلی زیاده؟ نه. تا حالا نشده؟ شده که مثلا یه مراسم خاصی باشه بگیم مثلا میخوایم خیلی خودمونی بریم مثلا راحت باشیم، چون مثلا یه جا میری آشنا میبینی دیدی معذب میشی، چه میدونم مثلا میخوای خیلی مست بکنی خیلی خوش بگذرونی میگه مثلا نرم فلان جا مثلا آشنا باشه معذب شم. اینجوری شده بگم بریم یه جایی که یکم غیر آشناتر باشه، نه که فقط مثلا حتی من اونجا اگه یه آشنای ترکم ببینم باز خوشم نمیاد معذب میشم مثلا. خب ولی اینجوری که ایرانی باشه نرم نه. من اصلا جاهای ایرانی رو دوست دارم میدونی دیگه، همش اسم ندیه. نه اسم نمیاد. یعنی با هیچ ایرانی هم اینجا مشکل نداشتی مثلا چه میدونم کلاهبرداری چیزی مثلا؟ تو کار به مشکل خوردم باهاشون ولی مشکلی ندارم باهاشون که بگم اونجوری. یعنی اون میتونست تا یه آدم غیر ایرانی هم باشه که حالا تو کار بهش به مشکل خوردم. دقیقاً ربطی نداره. نه چون مثلا حالا از این همه آدمی که من میشناسم شاید 2 تاشون اونجوری در اومدن میدونی، مثلا از حالا من اگه این همه ترکم میشناختم ممکن بود از اون 100 تا ترک 2 تاشون اینجوری در بیان. ربطی نداره به ایرانی بودن. ولی اون اوایلی که از قبرس اومده بودم اینجا، چون مثلا از یه جای خیلی مثلا بعد چون ما ارمنی بودیم به ترکا یکم گارد داشتم و اینا، با ترس اومده بودم ترکیه. خب خیلی با استرس و ترس تو پاندمی اومدم اینجا. اون موقع یکم میترسیدم، یکم به ایرانیا گارد داشتم، چون مثلا یه 7 سالی بود با هیچ ایرانی در ارتباط نبودم. بعد خیلی منو ترسونده بودن، آی بری ترکیه همه کلاهبردارن حواست باشه با هر کسی دوست نشی فلان نکنی. بعد مثلا 1-2 ماه که گذشت دیدم که نه بابا اون این خبرا نیست اصلا. خیلی هم اتفاقا داره خوش میگذره. بابام امروز زنگ زده میگه که برای چی روز پدر رو تبریک نگفت؟ میگه بابا تولد حضرت علیه ما اما ارمنی. تو مگه مسلمان نشدی؟ نمیدونم وقتی عصبانی میشی میگی لا اله الا الله. نمیدونم میدونستی اون عادتیه دیگه، اثر عادت. اولین بار اصلا من واقعا تنگ کردم لا اله الا الله برای ماست. برای من هم هست، من ایران بزرگ شدم. چند ماه دیگه محرم رو باید روزه بگیری. چرا مگه تو میگیری؟ آره دیگه تو نمیگیری. مسلمانی باشه ولی روزه که نمیگیری. من روزه خودمونم نمیگیرم که. من میگیرم. محرم این اسپری خوشبو کننده دهن حتما بزن. البته اون چیز میکنه نه؟ باطل میکنه. نمیشه. آره ماسک بزنین ماسک. نقطه ضعف چیه؟ نقطه ضعفم دشه زمینه‌ای. کلا چی میتونه باعث شه که تو نتونی احساساتتو کنترل کنی؟ نسبت به چی؟ کی دیگه نمیتونی سنگدل باشی و دیگه میریزی؟ من کلا سنگدل نیستم. نیستی؟ نه اتفاقا برعکس، باید یه اتفاق بیفته که سنگدل بشم. حالا شدی، یه اتفاقی افتاده سنگدل شدی، الان یه اتفاق دیگه باید بیفته که این سنگدلی از بین بره. اون چی میتونه باشه؟ دلسوزی، احساس ترحم نسبت به اون. خب چرا؟ با چی؟ نمیدونم بستگی به شرایط داره. مثلا اگه چه میدونم مثلا تو یه کار خیلی بدی مثلا بکنی دلم ازت بشکنه، ولی مثلا بعدش بیا یه رفتاری نشون بدی که دلم برات بسوزه، مثلا ممکنه که یکم نرم بشه. ولی کلا یکم کینه‌ایم.
مثلا وقتی که با یکی دیگه کدر میشم خیلی سخت پیش بیاد که اوکی بشم، یعنی مثلا از 10 تا 25 صدام ممکنه که اوکی بشم. چون یکم سوال فرصت سوالات داره خوشم میاد. من میدونی چیه برای من نقطه ضعف؟ گریه. هست بیشتر از اون یک چیز هست که من نسبت به اون چیز هیچ وقت نمیتونم مثلا این صحنه رو ببینم، یعنی یکی خیلی میتونه راحت از من سوء استفاده کنه یکی سر این موضوع. نه بچه است. همچین چیزی. بچه؟ آره. رو بچه ضعف داری؟ آره. یعنی مثلا تو خیابون وقتی دارم میرم تنها، یعنی یکی از دستن چیزایی که مثلا میتونه منو واقعا اون لحظه ناراحت کنه هیچی نیست به غیر از اینکه مثلا یه بچه‌ای ببینم که مثلا بچه خیابونی دیگه. اینو خیلی دیدم ازت. آره. تا یه بچه خیابونی میبینی میدوی میری یعنی کمک و اصلا نوازش و اینا. حالا کمک‌های منو اینجا یعنی مثلا کمک‌های میلیاردی میکنم. نه دیگه، یعنی مثلا اینجوری دلت واقعا دلم میسوزه. آره. یعنی خب توی اخلاقی که داری یکی از چیزایی که اگه بتونی عوض کنی عوض می‌کنی چیه؟ فکر می‌کنی این اخلاق خیلی بده؟ اخلاقی که دارم خیلی بده. من خیلی توجه میکنم به اطرافیانم. اگه بتونم دوست دارم که بتونم توجه خیلی اهمیت میدی بهش. توجه زیاد میکنم. مثلا با یکی که خیلی مثلا نزدیک باشم، حتی نزدیکم نباشم، خب مثلا تو الان یه دوست درجه 3 برای من، توجه میکنم مثلا بدونم برای من درجه 4 مثلا دارم میزنم بابا این لیوانه دوست درجه 3 منه، خب میبینم این لیوانه اینجا شکسته براش ناراحت میشم، مثلا توجه میکنم خیلی. بعد این توجه، خب اون آدم مثلا یه آدم درجه 3 شاید اون حسو نداشته باشه نسبت به منی که براش آدم درجه 3، ولی خب من خیلی میام زیاد توجه میکنم. بعد از اون راه توجه کردن زیاد خودم آسیب میبینم بیشتر. بعد دیگه نمیتونم با خودم کنار بیام، مثلا ناراحت میشم، خودم میخورم، قصه میخورم، فلان میشم. خیلی هم که دیدی اشکم دم اشکمه و ناراحت زیاد میشم. اینا دوست خیلی دوست دارم. میدونی چقدر تراپی رفتم اینو درست کنم، نمیتونم. نمیشه. چی بگم؟ ان شاء الله که مشکلت برطرف بشه. حسام، غذای ایرانی یا خارجی؟ غذای ایرانی. غذای ایرانی. آره. از سوالای خودت ازت بپرسم؟ آره. اگه بخوای بری دیت دفعه اول یه دختر میبری رستوران ایرانی؟ نه. نمیبری؟ نه من نمیبرم. حتی اگه ایران باشی؟ نه نمیبرم. امکان نداره ببری جایی که غذاش ایرانی باشه؟ نه. منظورم این نیست ببریش مثلا نایبا، مثلا کبابی اونجوری، نه. مثلا رستورانی که غذای ایرانی داره. قرمه سبزی؟ خب خیلی جاها مثلا غذاهای ایرانی دارن. مثلا رستوران چه میدونم، مثلا الان من رستوران ایران نمیشناسم. مثلا غذای ایرانی نمیخورم اونجا. چرا؟ غذای ایرانی چون پرسش بزرگه دیگه و باید یه چجوری بهت بگم، دوست دارم بیشتر یه چیز یه ذره راحت تر باشه، غذای راحت تری باشه، نه اینکه مثلا یه کباب بیاد اینجا با یه پلو تازه عاشقشم ولی خب اون شب دوست ندارم. مثلا سوشی اوکی. مثلا سوشی خیلی سخته. مثلا من تو دیت دوست ندارم سوشی بخورم به خاطر اینکه سوشی مثلا اینقدره بعد همشو بذاره تو دهنت، خیلی گنده است، معذبم سر اون چیزیه که فکر کنم منو اذیت بکنه. مثلا برم دیت سوشی سفارش نمیدم. سوشی چقدره؟ اینقدر باقلواست احتمالاً. نه سوشی مون چرا مثلا اینقدر سوشی اینقدر که نه، مثلا اینقدر دیگه اینقدر رو میخوری تو؟ من دیدم میخورم، من 2 تا یا اونم میخورم ولی جلسه اول مثلا دهنتو اینقدر باز کنی اینجوری. آره من کلا جلسه اول دیت اول غذای زیاد سفارش بده دخترم یه ذره ناراحت میشم. یعنی ناراحت میشم با خودم میگم بچه‌ها بریزین. با خودم میگم کاش اینجوری نبود. کاش اینجوری نبودم. آره دیگه. غذای زیاد سفارش بده یا سفارش زیاد بده؟ سفارشات تو صبح بده، مهم نیست. غذا پرسش یعنی ببینم گشنه است اومده بخوره. غذا دولوپی. چون ببین دیت اول اینجوریه که تو هدف از غذا اینه که با شخص یه ذره صحبت کنی، معاشرت. باحاله که ببینی مدل غذا خوردنش چه جوریه. من به اینو دقت میکنم، مثلا ببینم چه جوری داره غذا میخوره. آره ملچ مولوچ نمیکنه، نمیدونم. آره مثلا تو غذا تو دانش حرف نمیزنه که. فکر کن اینجا داشته اینجا لقمه‌سو. خیلی بده. خب آره خیلی بده. قرار اول خیلی بده. آره
ولی خب دیگه کلا باحال اصلا نیست بده، کلا هر جا باشی من دهنت خودم هم غذا نمیخورم، بخوری یعنی بده. خیلی گشنم باشم یه غذای قشنگ زیاد نمیگیرم که بخورم واقعا، چون باحال نیست که یه ساعت اومدی مثلا 2 ساعت اومدی بیرون همش بخوری. خب حرف بزنی یه ذره ببینی چیه چیپه چیه. آره راست میگی. الان میگن اینجوری یه پسره بود نه آخه راست میگی، اون آخه فرق داشت. نه کنسله فلانه. اون میگفت کنسل، اون فرق داشت. اون میگفتش که کلا اصلا دختری که یه پرس غذا بخوره کنسله، یعنی نه که فقط برای دیت اول، اون کلا میگفت کنسله. منم یه ذره جذاب‌تره که کلا تو نتونه بخوره. رابطه حالا هر چی نتونه بخوره بهتره دیگه. چرا؟ کم غذا باشه منظورته؟ نمیدونم چرا. احساس میکنم یه ذره یه جوریه، اون ظریف بودنه باید باشه دیگه. یعنی من نمیدونم، من بدم نمیاد. آره مثلا خیلی بخواد یه پرسو کامل بخوره تهش هم اینجوری کنه برات زیاده. باحال نیست دیگه خیلی. از نگاه تو خب باحال نیست دیگه، ولی آره. از نگاه خیلی ها ایرادی نداره. نمیدونم. آره. این موضوع خیلی واسه مهم نیست، ولی دیت اوله مهمه که مثلا یه غذای خیلی بزرگی سفارش نده که اومده بخوره گشنه از تا ته بخوره اونو. وقتی میخوره مثلا داره میخوره آره راست میگی. ضمناً حالا یه چیزی بهت بگم اینم بخوره بابا من میشه. نه آره راست میگی. آره قشنگ نیست، رویایی نیست دیگه. مثلا این چی میگن، دیدگاه تو خراب مس بکنم اصلا اوکی نیستم دیت اول، چون بالاخره میری یه جایی خب سلاسه شرابی چیزی میگیری دیگه، هر چی میخواد بگیره ولی 2 تا بیشتر نباید بخوره دیگه. مس نکنه چون مس میشه دیگه. بالاخره بعد مس میشه اصلا اوکی نیست. بابا اولین بار اومدیم بیرون. شیک باشه. شیک باشه باریکلا. شیک من دوست دارم. دختر شیک دوست داری ها؟ ادایی دوست داری؟ زیاد نباشه. آره ادایی خوشه. زیاد نه ادایی خوشم نمیاد. اسم نذار. ادایی خوشه. نه باور کن. ادا تا جایی واسم اوکیه که دیگه زیادی نباشه. ادایی برای چجوریه؟ به چه دختری میگه ادایی؟ نمیدونم چجوریه دختر ادایی. به نظر من دختریه که بگه من اینو نمیخورم، اونو دوست ندارم، این بو میده. اینم اوکی نیستم. اینم اوکی نیستم. یعنی مثلا دوست دارم اتفاقا اگه میریم یه جای استریت فود بخوریم اونم پایه باشه، بگه ای ولی مثلا یه پیسا امروز بریم فلان جا مثلا فلان چیزو بخوریم. اینو خیلی دوست دارم، خیلی اوکی ام. بریم مثلا کثیف ترین غذا مثلا چه میدونم بریم کوکورچ بخوریم. کوکورچ چیز دیگه همون ایران میشه. چی نمیدونم کوکورچ دقیقاً چی میشه، روده موده اینا میشه. آره بریم مثلا اونو بخوریم. بریم بخوریم ولی دیگه نه که 2 تا بخوره. آره وگرنه بریم هر جا مثلا اتفاقا خوشم میاد، دوست دارم. مثلا دوست دارم ببینید که امشب می‌خوایم با هم دیگه راکی بزنیم. مثلا من تو برنامه‌ام نیست ولی بگم باشه بریم. دوست دارم اوکی، ولی نه دو دیت اول دیگه بیاد مثلا بشینه با هم پاتی بزنیم به سلامتی سکه از ستن. حالا تو که دیگه ازدواج کردی و با تاده‌ای، مثلا بر فرض مثال برای برگردیم به تایمی که ازدواج نکرده بودی و مجرد بودی، تاده اگه به توی دیت اول میگفتی بریم خونه میرفتی، یا اینکه اگه نمیرفتی هم بهم بگو مثلا نظرت در مورد تاده عوض میشد یا اینکه نه یا چی؟ کلا نظرم که عوض نمیشد. من کلا خیلی ولی اون موقع خیلی آدم سفتی بودم. خب نظرم عوض نمیشد به خاطر اینکه پسرا رو کاراکتراشون رو میدونم. یعنی اون ممکنه که یه تیری تو تاریکی بزنه، تو باید ببینی چی کار دوست داری بکنی. من هیچ وقت دیت اول خونه نمیرفتم. نه که دیت اول، شاید دیت دهم. نه واسه برنامه واسه هر چیزی، کلا واسه هر بالاخره هر چیزی. یا مثلا حتی اگه خانواده یه جایی بود نمیرفتم. مثلا من اینجوری بودم. مثلا بهم اگه میگفتن مهمونی خانوادگی دعوت، مثلا مهمونی خانوادگی داریم بیا، نمیرفتم. مثلا دیت اول پارتی نمیرفتم. دیت اول بیرون میرفتم. مثلا چه میدونم کافه میرفتم، رستوران میرفتم، این مدل. چون احساس سیف بودن نمیکردم. دوست داشتم که اول اون آدم رو بشناسم خیلی. بعدش هم اون موقع خیلی رو خانواده حساس بودم. چرا باید خانواده یکی رو من ببینم قبل اینکه مثلا چیزی باشه؟ فرض کنیم که خانواده‌اش نیست، خودش تنهاست خونه. اصلا نمیرفتم. منظورم این بود زادم. نه
مثلا چه میدونم، من خیلی دوستای خیلی صمیمی داشتم که مدت خیلی زیادی باشون دوست بودم، تا مثلا حالا یه بار گفتن بیاین دیگه، از یه جایی شروع شد که بریم خونمون بشینیم مشروب بخوریم حتی، یا بازی کنیم یا فلان کنیم. خونه کلا تا یه مدتی برام قرمز بود. حالا شاید اون موقع کوچیک بودم، یکم مثلا ترسوتر بودم، حساستر بودم، شرایط خانوادگیم بود، میدونی، مثلا شاید الان اگه بود مثلا یکم متفاوت تر فکر میکردم، نمیدونم، ولی اون موقع خیلی مثلا اینجوری ترسو و چیز بودم، هر جایی نرم، هر کاری نکنم، حواسم باشه. کلا اون دوره با این دوره هم فرق داشت، قبول آره. داری؟ یعنی الان خیلی همه چی آسون‌تر و ساده‌تر شده، هم خانواده ها خیلی راحت‌تر با این موضوع کنار میان، همین که جنریشن جدید مخصوصا هر کاری دوست دارم میکنم دیگه، تو اصلا نمیدونی چیزی بگی. اما من میخواستم برم بیرون، بابا میگفت مثلا ساعت 9 وقت خونه باشی. مثلا 9 خونه باشی یه چیز جدی بودم، مثلا من اگه 9 خونه نبودم پوستمو میکن. مثلا همین ما مثلا ترجیح دادم نرم، یا مثلا تنها جایی که مثلا من میرفتم خیلی مثلا دیر وقت میموندم خونه دوست صمیم الی بود که میتونستم اونجا شبم بمونم. در غیر این صورت هیچ جا اجازه نداشتم، یعنی نمیرفتم. منم همین بودم. من تازه اومده بودم ترکیه، خب اینجا تنها بودم دیگه. سال اول تابستون رفتم ایران، بابام شب دوباره زنگ میزد کجایی؟ بابا یه روز اومدم میشودم ببین زنگ گفتم ببین بابا جان، من اونجا دارم تنها زندگی میکنم توی ترکیه، شما یه کسی نیست به من زنگ میزنه بگه کجایی، الان اینجا چرا به من اینقدر زنگ میزنی؟ میدونی بابای من ازدواج کرده بودم، قبرس بودم، این کارو میکرد، مثلا ساعت 9 شب زنگ میزد، میگفت بابا کجایی؟ میگفتم مثلا با دوستان بیرونم. میگفت بابا این وقت شب بیرون نی، تاده کجاست؟ مثلا میگفتم تاده مثلا رفته فوتبال. خب بابا برو خونه، 9 شب چه وقت بیرون موندنه؟ بابا من دیگه الان 3 سال ازدواج کردم، چی داری میگی؟ یه کشور دیگه منم دقیقاً همین فکر کن، اینجا دارم مثلا من تنها زندگی میکنم، هیچ کس نمیدونه، اصلا نمیدونه کجام با کیم. بعد ولی خب من رفتم خونه، گفتش ببین اینجا خونه منه، قوانین من میذارم، اگه میخوای برگرد. گفتم چشم، اوکی. آره بابا خیلی اینجوریه. آره دیگه. بس هنوزم حتی بعضی وقتا مثلا میبینم ازش، یه وقتی مثلا یه جایی باشم بیرون باشم، مثلا زنگ بزنه دیر وقت باشه، ترجیح میدم جواب ندم، چون اگه جواب بدم میخواد بگه نمیدونم ساعت 11 تو هنوز بیرونی، چرا نرفته خونه فلان نویساره. متوجه اون چیزا نیست دیگه، برای نسل قبلا بعد درکشون کرد دیگه یه جوری بودن. خیلی اوکی. اتفاقا همین 2 روز پیش بود داشتم بابام حرف می‌زدم، داشتم بهش میگفتم دمت گرم که من وقتی بچه بودم میخواستم تتو بزنم، پیرسینگ بزنم، اجازه نمیدادی. من گریه میکردم، خودم میزدم چون اجازه نمیداد. ولی حالا من میخواستم چیکار کنم؟ کاش الانم اجازه نمیداده. اینا رو خیلی دوست دارم، اینا چیزاییه که اینا رو واقعا دوست دارم. فکر کنم من چی میخواستم تتو کنم، براش گریه میکردم، یعنی حتی وقت گرفته بودم یواشکی برم این تتو رو بزنم، بعدم بیام سورپرایزشون کنم. دریم کچر میدونی چیه؟ از این گردا میخواستم اینجام بزنم. چه خوب. فکر کنم منو میتونی تصور کنی چند سالم بود؟ مثلا 15 سالم بود. الان مثلا اینجام یه همچین چیزی داشتم، گریه میکردم بابای منو فلان کرده، اجازه نمیده، آزادی منو از من گرفته. پیروز گفتم واقعا دستت درد نکنه، اگه نه الان درگیر لیزر پوست بودم که ریمووش کنم. شاکی نشین اگه یه جاهایی بهتون گیر میدن، شماهایی که سنتون یکم کمتره، بعدن که بزرگتر شدین متوجه میشین که صلاحتون رو میخوام. الان یه لحظه حرف زدی فکر کنم کسی اینجاست. هست بابا بچه ها. بابا کسی نیست والا. هست. الی قربونتون برم هست. هستم به خدا هستم، دارم میبینم. چیکار می‌کنی؟ حالا با کی داری حرف می‌زنی؟ دوستا من همشون. با کی؟ خدای ما دیم. ببین تو نمیتونی با دوستای من ارتباط بگیری، داری سخت ارتباط میگیری با دوستای. نه من با همه ارتباط میگیرم. آره ولی خب الان هم ارتباط بگیر دیگه. داره خجالتی ما رو بگذره. آره خیلی تو خجالتی. تو دقت کردیم ما اگه الان دوربینم نداشتیم قرار همینجوری بشینیم حرف بزنیم تا صبح، فقط یه قلیم کم داریم. آره الان می‌زنی دیگه. الان می‌زنی. تشکر خواهی یعنی چی اصلا؟ جدیده. خب دیگه صحبت هامونو کردیم، خدا رو شکر جلسه اول دعوامونم نشد، جلسه بعدی 100 دعوا. میدونم اصلا من تعجب کردم تو امروز من دعوا نکردی، یعنی من مثلا زرهمو گذاشتم امروز که خسته بودم. آره. فردا جلسه بعدی انگار فردا هم همینجا فردا سوپ کارداسی
فردا صبح ببین چیکار میکنم. آره خلاصه که خواستم بگم مرسی که ما رو میبینین، لطفا سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بهمون بگین، اگه میخواین راجع به موضوع خاصی صحبت کنیم بهمون بگین. بعد دیگه بهتون بگم راجع به صحبتایی که کردیم کامنت بذارین واسمون، نظرتون رو بهمون بگین. متشکرم که ما رو میبینین. خلاصه که قراره ما کارهای خیلی باحالی بکنیم، جاهای باحال بریم، شما رو با جاهای جدید آشنا بکنیم و از این حرفای مدلی. متشکرم که ما رو می‌بینید. شما دیگه صحبت ندارین آقای دکتر؟ مرسی متشکرم. خوشحال شدم. من خداحافظی کنیم. خوشحال شدم دوست اولین. بچه‌ها خداحافظ. مرسی که ما رو می‌بینید.